برعکس چطوری این سری اومدیم با ویدیو لانگ اونم چی؟ وان بلاک. خب من به شاید زیادتر به من نشنسی، من به دراکمی رستم. اون چنلم پاک شده، الان این چنل جدیدمه و قبل از هر چی حتما لایک ساب و کامنت بذاریم و حتما زنگوله سابسکرایب برم فعال کنه. هر وقت ویدیو گذاشتم براتون نوتیفیکیشنش براتون بیاد تا بتونی بیا ویدیو بریم. پس let's go بریم سراغ ویدیو. خب ما اینجا بیایم بکنیم چی میده. اینا چوب میده، باید برم پایین. چیه آنتا برو بکن چی داریم؟ وی یه شلوار داریم، دردمونم نمیخوره. حالا خوشگلی میپوشی. ببخشید بچه اگه صدام یکم گرفته هست، اگه میدونید چی بخورم تا درست حالا این صدام درست شه حتما توی کامنت ها بگید. اوی چی برداشتیم؟ یه شلوار از چی بهتر. این میتونی باش ترش بسازی، بقیه رو برداری. زیاد وسایل به درد بخوری نیست. بارونم اومد، ای خدا. دارم این میکنم ولی چیز خاصی نمیدم، فقط آروم بده که هم بایستید این بلاکا رو من بذارم. این چیه؟ این پشم. این از این نذارم اینجا. یه گوشیش نمیخواد. ای بابا این آسان. خب بلاک بردارم، بلاک تا بتونیم بزرگترش کنیم. خب این یکم از این بر میداریم. شما باشه من اینو اسکیپ کنم تا بتونم این بلاک ها رو بچینم. هرچی این داخل این بلاک هست بتونم بذارم. خب حدود چند تا بلاک توی اینوینتوریمون بود گذاشتیم. بریم سراغ ادامهش. ببینیم چی میده. اینا رو بردارم. آها ای بابا دیگه اینوینتوری جا نداره. یه سری از اینا رو خالی کنم، زیاد به درد بخور نیستم. فقط اینو که من نمیخوام، نمیدونم چیکار میاد. اینم نمیدونم، همین جوری میزنم بره. این شلوارم کارم نمیاد. این شد کار. اینو هم بذاریم ندرادینگات باشه. اینجی اینا رو میداریم بره. برو. الان بهتر. بریم شب شد. چراغم خوبه، بازم نور میده. ندارم این شنده بریزه. ببخشید. بکنی تا یه بلاک های بیشتری بده. منم برم این بلاک های داخل اینوینتوری ما بزنم. اینجا رو اسکیپ میکنم. خب تقریبا حدود چند تا شو یکم بزرگتر شو. فضامون یکم بکنیم، بذاریم فضامون بزرگتر شه. یه از اون بلاک ها که میفتاد. این هم فکر کنم همون هست، به در نمیخواد. این برد بذاریم. این فکر کنم چوبه. آره چوبه. بذاریم یکم بزرگترش کنیم. اینو بذاریم اینجا. ادامهش بریم. یه در خوب چی دارد تا برحال بریم بلاک. از چی بهتره از اینجا بذارم به خوب. این گلاس هر بلاک ما باید فضا بزرگتر کنم.
این به دردم میخوره، اینجا میذارم. نمیدونم، ببخشید بچه اگه صدام گرفته هست حتما بگید که چی بخورم تا درست صدا. اوه کله پیکلین بذارم اینجا. برو دیگه. آها بیا چه این ساعت حتما به دردم خودشون اینجا به دردم بریم. های از این چوبا بزنیم دو 4 تاش کنیم. بلاک میه ولی چیز خاصی برامون نمیاد. حالا مثلا این که به چه دردم میخوره، این به چه دردم میخوره، این چیه؟ این زنجیر چقدر چوبه، بذاری این چوبه رو تبدیل به چوب ساده یک کرافتینگ تیبل بسازم و دردم میخوره. باشه یه دونه اسلاب بذارم، اینم کار این چه بود بخونه خیلی خوبه. خیلی خوب نیست همینجوری اینو هم بذارم اینجا کنم باید بکنم. اینو گذاشتم تا وقتی من برم به هر بلاکی که اینجاست. فکر نکنم چیز خاصی باشه ولی بریم ادامه شو بکنیم. اینم از اینم اصلا چیز خاصی نیست. اینم از اینو هم بذارم بکن تبر که حتما به دردم میخوره. خب بکنیم. اوی بلاک های اضافه کله استیو اینجا میذاریم، بنر رو هم اینجا. این بقیه بلاک های اضافه رو پرت میکنم بره. این نمیخوره به شاید بخوره، به درد نمیخوره، به درد نمیخوره، به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. اینم به درد نمیخوره، اینم به درد نمیخوره، اینم به درد نمیخوره. حالا میش یهوی دیدیم بعد اینم کار میشه. اینم نکن پشم فکر کنم چوب اومد تو دستم. دبریز بود، وایسی چوب پیدا کنم. آره همینه. خب اوی نزدیک بود بیفتم. مشکل هم نداره بیفتم چون این ریت این ریسپان چی بود بچه که میمردیم آیتما میمون دستمون، اونو فال کردم. سری بلاک های دیگه این چه این درد نمیخوره، اینو بذاریم اینجا. بذار دیگه. ای بابا چرا نمیذاره؟ اصلا این کوارت بلاک کوارت این گذاشته نمیشه. باید به زیرش بلاک باشه. این چه دردم میخوره الان. شما رو تبدیل کنیم این. خب بذاریم که فضامون بزرگتر شد، بزرگترش کنیم. ای بابا بکنش. خب بکنیم پندیم بذاریم اینجا. این هم از این بریم ادامه کار. این چی؟ صدا کنیم چی؟ خب دیگه چی داد؟ او غذا هم داد. دمش کرد. غذا هم داد که میشه گشنه میشه. اینجایی برای نمایش میذارم. مثلا بخت چه دردم میخوره.
این باید بذارم اینجا. ای بابای شیلک برخوری هم نمیاد. من اینجا رو اسکیپ کنم تا چیز به درد بخوری زیاده. مثلا اینو ببینی، این الان میاد، هیچی به درد بخوری نیست. بریم اسکیپش کن. اوه بالاخره یه آیتم به درد بخوری داشت. شالکه باکس. خب بذاریم اینجا آیتم ها رو میشه به دردم بخور. فقط نمیدونم چرا این دم این پایینی گذاشتم که یهویی ببینم افتاده. میذاریم ملاکا دیگه جا نداره. فقط خدا کنه که شالکر باکس های دیگه هم برامون بیاد تا بتونیم ملاکای بیشتر رو بذاریم. خب بچه ها این از این پارت اولش. برای پارت های بیشتر حتما لایک و ساب کنید. حتما توی کامنت ها بگید میتونم بیشتر براتون بزنم تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار. حتما راستی لایک و ساب فراموش نشه. حتما لایک و ساب کنید تا بتونم اینا رو بکنم تا بلاکای بیشتری بردارم و اینا. آره دیگه مرسی از بابت پارت اول. پارت دومشو حتما توی کامنت ها بگید که براتون بذارم. انشالله این بذارم. خب هر وقت دوست داشتید توی کامنت ها بگید پارت دومشم بذارم تا ویدیوی بعدی شما رو خواهم دید و بدرود.